کن تا مملکت آزاد از سوپا شود، محو بدین و شود. احمد شاه مسعود از رهبران مجاهدین افغانستان. خدمت یزدان شود. احمد شاه مسعود فرزند دگروال دوست محمد خان در 11 سنبل 1332 در روستای جنگلک شهرستان بازارک دره پنجشیر چشم به جهان گشود. پدرش دوست محمد خان از افسران ارتش حکومت افغانستان در دوران سلطنت محمد ظاهر شاه بود و پدر بزرگش یحیی خان از بزرگان مردم پنجشیر به شمار می رفت که در دوران پادشاهی امان الله شاه به عنوان کارمند و مامور رسمی دولت وظیفه خزانه‌دار نقدی را به عهده داشت. او همچنان در تشویق و جمع‌آوری مجاهدین و مبارزان از زادگاهش یعنی وادی پنجشیر برای کسب استقلال از استعمار بریتانیا و سلطنت امان الله شاه شخص فعال و پرتحرک محسوب میشد. مسعود سالهای کودکی را در زادگاهش پنجشیر سپری کرد و در سن 5 سالگی وارد مدرسه بازارک گردید. مسعود علوم دینی را نزد مدرس مسجد جامع هرات فرا گرفت و در سال 1352 پس از سپری نمودن آزمون کانکور وارد دانشکده مهندسی پلی‌تکنیک کابل گردید و آن را نیمه تمام رها کرد. اینجا 28 ساله است ولی علیه یک ابرقدرت نظامی سلا برداشته است، شورای سابق و دولت تحت حمایتش در کابل. اینجا در زادگاهش دره پنجشیر، دره‌ای که شهرت دارد به تسخیر ناپذیر. با وجود حملات پی در پی ارتش شوروی و بدتر طالبان هیچ کدام موفق به فتح پنجشیر نشدند و به این ترتیب پنجشیر به عنوان یک دره تسخیر ناپذیر باقی ماند. این فرمانده نام داد 10 سال در دهه 80 میلادی علیه شوروی جنگید و در دهه 90 علیه طالبان و اسلامگرایان افراطی، مقاومتی که او را به شیر دره پنجشیر معروف کرد. چهره کاریزماتیک که در یک دستش اسلحه بود و در دست دیگرش کتاب شعر. ز اشک شسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد، نشسته بسترم چنین به دامن شرارها. Ahmed Shah Massoud is a thoughtful. از معروفترین جنگجویان قرن 20 است. احمد شاه مسعود مدت کوتاهی وزیر دفاع افغانستان بود و بعد کناره‌گیری کرد. مخالفانش در جریان جنگ داخلی افغانستان منتقد عملکرد او بودند. منتقدانش او را جنگ سالار می‌گفتند. یک دیدگاهی است که یک جنگ سالار بوده، در جنگ‌های کابل نقش داشته که بیشتر مثل که بیشتر تاکید کردم برآمده از همون سلیقه‌های قومی و مذهبی و زبانی و سیاسی و چنین چیزایی است. فرمانده احمد شاه مسعود پس از سالها مقاومت در برابر اشغال کشورش توسط شورای سابق و جنگ با گروه طالبان در 18 سنبل 1380 برابر به 9 سپتامبر سال 2001 میلادی در اثر انفجار دو مرد تروریست که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند کشته شد. خبر کشته شدن این فرمانده مجاهدین که میتوانست به کاهش روحی همرزمانش در جبهه ضد طالبان بیانجامد و چند روز تأخیر اعلام گردید. لوی جرگه اضطراری افغانستان که در پایان دولت موقت تشکیل شد به احمد شاه مسعود لقب قهرمان ملی را داد و 18 سنبل مطابق به 9 سپتامبر سال روز طلوع وی در افغانستان روز شهید اعلام گردید. او در پنجشیر به خاک سپرده شد و حالا برایش آرامگاه ساختند. قهرمان ملی حالا رفته و بعد از 20 سال طالبان دوباره برگشتند، اما احمد شاه مسعود پسری به یادگار گذاشته که مصمم است راه او را ادامه می‌دهد، پسری به نام احمد مسعود. مژگان حکیمی، کابل، افغانستان.